آقا سلام بچه، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. چطورین رفیقای لواشکی من؟ آقا امروز اومدیم با یکی از یوتیوبرهای کالاف که حالا یه چند وقت پیش برای من کامنت گذاشته بود که میای بریم دوئل، بیا بریم، گفته بود که بیا بریم دوئل، من یه کانتنت میخوام. منم که حالا براش گذاشتم و حالا نمیدونم زنش چطور شده و الانم میخوایم چیز کنیم. الانم میریم یه ویدیویی با هم ببینیم که حالا راجع به چنلشه و تمام توضیحاتی که از اون چند وقت پیش اتفاق افتاده رو اونجا بهتون توضیح دادم. دمتون گرم و حالا اگه ویدیو هم خوب بود بهم بگین. خب بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا الان یه چند دقیقه دیگه از ریکورد اون ویدیوست. خب و بریم همون چیزم ببینیم. ریکورد ویدیویی که حالا داشتیم چیز میکردیم، باش دوئل میزدیم. آقا نگاه کنین دیگه، این چنلش اگه خواستینم میتونین سابش کنین. #legendzhm. اوکی آقا، این یکی از ویدیوهاش. مثلا اینجا دوئل زد و یه بار منو برد و یه بار ازم باخت و اون یه باری که منو برد و 12 منو برد به خاطر اینکه چی بود، من یکم بد بود. بهونه واقعا نیست و دارم راستشو میگم. و اینم ویدیوی بعدیش و اینم حالا یه چیز گذاشتم اینجا هم که 3 تا دوئل زدیم، 2 تا دوئل اسنایپ، یه دونه دوئل گان. من تو گان اصلا خوب نیستم. تو گان منو برد 7-20. من واقعا گانم افتضاحه، ولی دوئل اسنایپ ها رو یکیشو برد یکیشم باخت. نتیجهش این شد که 2 بار اسنایپ بردم، 2 بار اسنایپ باخته. نتیجه شد 2 بار اسنایپ بردم، 2 بار اسنایپ باخته. بازم داره چیز میکنه، بازم داره مسخره بازی در میاره. بخاطر اینکه حالا با گان برده، تازه گان آزاد بود. آخرش اسنایپ کشید که مثلا من خیلی گنگه. والله به خدا مشکل من همینه. حاشیه قشنگ داشت ایجاد میکرد برای من. داره ویدیو فکر کرده میده به خدا. چی آقا، ما با یکی اومدیم دوئل. حالا یه کمی برده من اینو بردارم. بریم دوئل. بهش هم گفتم لانگ ویدیوه، فقط یه مچ اسنایپ. گیر کردم. یه لحظه من هم شروع شد. نگیر. خودتونم شاید باشیم. اوی نمیخوره. نمیخوره. چرا شاتون بهش بوسه حاضرین باشه نمیره. خط قراره بگیره منم خط میگیرم. انصاف. Johnson.
شانس 100%. شانس من 100%. خودتونم میبینین دیگه. شانس من واقعا بده. خط میگیرنم من. وای وای وای. من یه ذره تریوارد کردم و مچه قبل Keep fighting. اکتیویژن واقعا بی‌انصافه. دیپ فایرم بخور. عجیبه اون شاته چجوری نخورد. یه ریپلای هم وای دستم به این پایر نخورد. شانس.
بعدش خوردنش عجیبه. وای دمیج شدم. دمت میگم. فقط گفته بود یه مچ آقا قشنگ بردمش.